ادموند کمپر قاتل سریالی و نابغه آمریکایی بود با ضریب هوشی 145. اون سر مادر خودش رو برید و به سر بریده مادر خودش تجاوز کرد. ادموند زمانی که بچه بود گربه‌های مورد علاقه خواهرش رو زنده زنده دفن می‌کرد و بعد هم استخوناشون رو توی کمد خودش قایم می‌کرد. و زمانی هم که بزرگ شد دخترای جوان رو از مسیر دانشگاه می‌دزدید، می‌کشت و بعد هم بهشون تجاوز می‌کرد. امروز می‌خوایم از دید روانشناسی سیاه رفتار این آدمکش حرفه‌ای و سریالی رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم از چه ترفندهای تاریکی برای به دام انداختن قربانی‌هاش استفاده می‌کرد. سلام، من مهدی عنایتی هستم. خوش اومدی به تاریک ترین کانال روانشناسی در یوتیوب فارسی. امروز میخوایم رفتارهای این قاتل حرفه‌ای رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم از چه تکنیک‌هایی استفاده می‌کرد. بریم سراغ تکنیک‌ها. تکنیک اول، تکنیک میررینگ یا آینه سازی. توی این تکنیک ادموند میومد زبان بدن، رفتار، لحن صحبت کردن و حتی واژه‌های قربانی‌ها رو به صورت یک آینه بهشون برمیگردون و اونها رو تقلید میکرد. توی این تکنیک شما میایید و زبان بدن طرف مقابلتون رو تقلید میکنید. یعنی اگه پاشو میندازه روی پاش، شما هم دقیقاً همین کارو میکنید. اگه مثلا با نیش بازی میکنه موقع خوردن نوشیدنی، شما هم دقیقاً همین حرکت رو تکرار میکنید. و حتی اگه بخوایم عمیق‌تر و جزئی‌تر بشیم، میتونید لحن صدای طرف مقابلتون رو هم تقلید بکنید. اگه لحن شاده، شما هم شاد صحبت میکنید. اگه لحن آروم و با طمأنینه‌ای داره، شما هم سعی میکنید لحنتون رو با اون تنظیم کنید. و توی موارد جزئی‌تر حتی میتونید کلمات طرف مقابلتون رو تقلید کنید. یه سری از واژه‌ها هست که مخصوص شخصیت طرف مقابلتونه. مثلا به واژه درآمد میگه ورودی مالی، یا مثلا به خونه میگه منزل. زمانی که شما هم از اون کلمات لابلای صحبتاتون استفاده میکنید، ناخودآگاه حس صمیمیت و نزدیکی بیشتری به طرف مقابلتون میدید. و ادموند از این ترفند استفاده میکرد برای اینکه بتونه توی مدت زمانی کم اعتماد و نزدیکی بیشتری رو با قربانی‌های خودش ایجاد بکنه. پس این شد از تکنیک اول. تکنیک دوم، نشون دادن ضعف استراتژیکه. زمانی که شما یک ضعفی رو از خودت به صورت استراتژیک به طرف مقابلت میگی، طرف مقابل اینجا با شما حس همدردی میکنه و خیلی وقتا این دردهای مشترکی که آدمها رو کنار هم نگه میداره و باعث ایجاد یک پیوند عاطفی بین شما و طرف مقابلتون میشه. ادموند علاوه بر این که از این ترفند استفاده میکرد، از داستانها و استوری تلینگ هم استفاده میکرد. استوری تلینگ یعنی مهارت داستانگویی. می اومد یه سری داستانهایی که در اون یک دردی کشیده بود و یک رنج کشیده بود رو برای طرفش تعریف میکرد، حس همدردی و همدلی رو در سوژه تحریک میکرد و اینجوری باعث میشد که طرفش بهش اعتماد کنه. یا خیلی وقتا هم زمانی که طرف مقابل درد و رنج خودش رو به ادموند میگفت، ادموند شروع میکرد به همدلی کردن و نشون دادن اینکه چقدر طرف مقابلش رو درک میکنه. ترفند سوم، سگانه تاریک شخصیت. یک مثلث رو فرض کن و هر سمت این مثلث تشکیل میشه از 3 رفتار مختلف، 3 ویژگی رفتاری. در رأس این هرم میتونیم بگیم که خودشیفتگی قرار داره یا نارسیست. در اون رأس دیگهش ماکیاولی قرار داره و در رأس دیگه سایکوپاسی یا روان پریشی وجود داره. و میتونیم بگیم که ادموند کمپر هر 3 تا ضلع این مثلث رو داشت. حالا این ویژگی های رفتاری دقیقاً چیا هستن؟ خیلی خلاصه بهت بگم. افراد خودشیفته که مشخص خودشیفتگی دارن و خودشون رو برتر از بقیه آدم ها میدونن. افراد سایکوپات یا روان پریش اشخاصی هستن که اصلا فاقد حس همدلی و درک متقابلن. ولی ادموند خیلی هوشمندانه جوری وانمود میکرد که آره من درد تو رو درک میکنم. و اما اشخاص ماکیاولی آدمایی هستن که اعتقادشون اینه که هدف مهمتر از وسیله است. یعنی این که من به یه هدفی برسم خیلی مهمتره از اینکه چطور به اون مسیر میرسم. مثلا شاید افراد ماکیاولیست
دست به دزدی کردن بزنن، چون هدفشون اینه که من باید پولدار بشم، ولی وسیله‌اش یعنی دزدی کردن زیاد براشون مهم نیست. خیلی خلاصه سعی کردم که اینو بهت بگم. حتما سعی میکنم توی یک ویدیوی جامع‌تر این سه تا ویژگی رفتاری رو کاملتر و جامع‌تر برات باز بکنم. بعد اینو میخواستم بهت بگم که ویژگی ماکیاولی هم در ادموند کمپر خیلی روشن بود، خیلی واضح بود. چرا؟ چون با حفظ ظاهر خودش و نشون دادن اینکه چقدر آدم جنتلمن، آروم و مؤدبی هست، سعی میکرد که اعتماد اولیه رو در مخاطبها و سوژه های خودش ایجاد بکنه. چون یکی از ویژگی های افراد ماکیاولی حفظ ظاهرشونه. ویژگی چهارم استوری تلینگ پیشرفته. همونطور که بهت گفتم استوری تلینگ به معنای مهارت داستانگویی و ماجراگویی. ادموند کمپر حتی از پیش تمرین میکرد و یک سری داستانها میساخت برای اینکه دقیقاً اون نقاط همدردی و همدلی رو در سوژه خودش ایجاد بکنه و از این مهارت استفاده میکرد برای اینکه یک پیوند عاطفی بین خودش و طرف مقابلش ایجاد بکنه. تکنیک پنجم، ادموند حرفهایی رو به آدم‌ها میزد که اونا دوست داشتن اون حرف رو بشنون. شاید خیلی برات پیش اومده باشه در جمع‌های مختلف آدم‌های مختلف رو می‌بینی که شاید حتی دیدگاه‌هاشون 180 درجه با هم دیگه تفاوت داشته باشه و ادموند دقیقاً با هر آدمی مثل خودش صحبت می‌کرد و دقیقاً اون حرفی رو میزد که اون آدم دوست داشت بشنوه. حتی دورانی که توی بیمارستان روانی بستری بود، جوری رفتار می‌کرد با اون روانشناس‌ها و پزشکای خودش و جوری حرف‌هایی رو میزد که اونا دوست داشتن بشنون که توی سن نوجوانیش تونست نظر اونها رو جلب کنه و متقاعدشون کنه که بیماری روانیش کاملا از بین رفته و آزاد شد از اون بیمارستان روانی. و جالبیش اینجاست که بعد از اینکه آزاد شد 10 فقر قتل دیگه انجام داد و نشون داد که چقدر حرفه‌ای و مویرگی تونسته این کار رو انجام بده. تکنیک ششم، تکنیک آیسولیشن. آیسولیشن یعنی جداسازی. هم این رو به صورت روانی انجام میداد و هم به صورت فیزیکی این کار رو میکرد. حالا به صورت روانی آیسولیشن یعنی چی؟ یعنی شما طرف مقابلتون رو از اون حلقه ارتباطی خودش، خانواده‌اش، دوستاش و افراد اطرافش جدا میکنید و به سمت خودتون میکشید. زمانی که این اتفاق میفته شما در ذهن اون شخص تبدیل به خدا میشید. تنها شخص زندگی شما میشید و حالا اینجا هر رفتاری که بخواید میتونید باش انجام بدید، چون دیگه کل ارتباطاتش رو از دست داده و فقط شما و شما داخل زندگی اون حضور دارید. اگر تحقیرش کنید یا حتی بهش بها بدید، اون نمیتونه از زیر دست شما فرار بکنه، چون شما تبدیل به خدای ذهن اون شدید. این میشه به صورت رفتاری و بهتر بگیم ذهنی. اما ادموند علاوه بر این کار به صورت فیزیکی هم این کار رو انجامش میداد. حالا به چه شکل؟ یعنی میرفت زمانی که دخترها رو از کنار دانشگاه و کالج سوار ماشین خودش میکرد، اونا رو میبرد به یک جایی که هیچ کس در اونجا حضور نداشت. چندین بار که این کار انجام میداد میتونست اعتماد اون دخترها رو جلب بکنه و دخترهای بیچاره نمیدونستن که هر موقع و هر سری احتمالش بود که آخرین نفسهای زندگیشون رو بکشن. تکنیک هفتم، مهارت‌های کلامی و کاریزماتیک بودنه. ادموند کمپر در بین قاتل‌های سریالی معروف به قدرت کلام و هوش کلامی و فن بیان قوی خودش. اون با قدرت کلام خودش سعی می‌کرد که بزلگویی بکنه، شوخ طبعی بکنه و اعتماد رو در سوژه خودش ایجاد بکنه. از این تکنیک‌ها استفاده می‌کرد و تکنیک‌های متقاعدسازی که بتونه طرف خودش رو به دام بندازه. و همینطور توی تحقیقات گفته شده که بسیار شخص کاریزماتیکی بود، یعنی بسیار شخص موجه، جنتلمن، آروم و با طمأنینه رفتار میکرد، در صورتی که 2 متر و 6 سانت قدش بود و چیز هولوش 130 کیلو هم وزن داشت. زمانی که افراد میدیدن همچین هیبتی با این همه جنتلمن بودن و کاریزماتیک بودن نزدیکشون میشه، قطعاً جذبش میشدن و دوست داشتن که باش زمان بگذرونن. حتی خیلی جالبه، توی تحقیقات و پرونده ها از بازجوها وقتی که میپرسیدن میگفتن که نظرتون در مورد ادموند چیه؟ خیلی هاشون با ادموند حال کرده بودن و حتی دوست داشتن که بیشتر باهاش زمان بگذرونن. این نشون دهنده هوش کلامی و کاریزماتیک بودن این شخصه. ویژگی هشتم، آداب معاشرت و اجتماعی بودن.
ادموند خیلی آداب معاشرت رو به خوبی بلد بود و به خوبی میتونست همرنگ جماعت بشه. یکی از ویژگی‌های مهم افراد خلافکار و قاتل‌های سریالی اینه که بتونن به خوبی قاطی یک جمعی بشن یا بتونن همرنگ جماعت بشن و دلیلش هم اینه که موقعی که تو مثل همه رفتار میکنی کمتر نشونه ها و انگشت های اتهام به سمتت نشونه میره و راحت‌تر میتونی قصر در بری. ادموند به قدری حرفه این کار انجام میداد که میرفت به بار و کلابی که پلیسا بعد از تموم شدن کارشون به اونجا میرفتن و مشروب میخوردن. و جالبیش اینجاست ادموند چند تا رفیق پلیس داشت و چندین سال بعد زمانی که تصمیم گرفت زنگ بزنه به پلیس و خودش رو لو بده، زنگ زد به یکی از رفقای خودش و گفتش که اون قاتل سریالی که همتون دنبالش هستید و کل آمریکا دنبالشه، اون منم، بیایید منو دستگیر کنید. و رفیقش اینجا باورش نمیشد. پلیس اصلا 1% هم احتمالش رو نمیداد که داره راست میگه. بهش گفت که داری شوخی میکنی دیگه، نکنه داری سر به سرم میذاری. و ادموند در کمال ناباوری گفتش که نه، اصلا حتی 1% هم من باهات شوخی ندارم. و اونجا بود که پلیسا هم دیگه تعجب کرده بودن که چطور این شخص حتی به داخل پلیس ها هم نفوذ پیدا کرده بود. و اما تکنیک نهم تناقض اعتماد سازه. همونطور که بهت گفتم قد ادموند 2 متر و 6 سانت و وزنش هولوهوش 130-140 کیلوگرم بود. و خب زمانی که این شخص رو شما میبینی انتظار داری که یک برخورد خشن خیلی از بالا به پایینی داشته باشه، ولی ادموند این شکلی نبود. ادموند کاملا رفتار موجهی داشت، تون صدای خیلی آرومی داشت، با طمأنینه رفتار میکرد و خیلی هم مثل اینکه جنتلمن بوده. زمانی که این تناقض‌ها رو یک شخصی میبینه راحت‌تر بهش اعتماد میکنه. و حواست باشه مؤدب بودن و جنتلمن بودن همیشه به معنای خوب بودن نیست. ویژگی دهم یا رفتار دهم ادموند این بودش که مرزهای طرف مقابل رو تست میکرد. یعنی سعی میکرد با لمس کردن، با یک بوسه، با یک شوخی یا چیزهایی که خودش بهتر واردش بود، سعی میکرد مرزهای طرف مقابلش رو تست کنه و اون موقع نسبت به ریاکشنی که دریافت میکرد براش برنامه ریزی میکرد. مثلا خب دختری که راحت با لمس ها و بوسه ها کنار میومد، اینو نشون میداد که راحت تر میشه این دختر رو به یک مکان دور افتاده برد و اونجا کارش رو انجام بده. بنابراین همیشه به خاطر همینه که به تأکید میکنم چارچوب ها و خط قرمز های خودت رو نگه دار. نذار که هر شخصی به سرعت وارد خط قرمز تو بشه. اما تکنیک 11 القای حس فوریت. ادموند سعی میکرد به طعمه هاش حس فوریت و اضطرار بده. زمانی که شما این کار انجام میدید طعمه زمانش محدود میشه و زمانی که زمان محدود میشه شما قدرت تفکر منطقی و اون قدرت استدلال و منطقتون رو از دست میدید و احتمال اینکه احساسی تر تصمیم بگیرید بیشتر میشه. حالا این ترفند رو توی بازاریابی هم استفاده میکنن. مثلا میگن که ما 50% تخفیف گذاشتیم روی این محصول ولی به مدت مثلا 24 ساعت. زمانی که حس فوریت رو شما میبینید سعی میکنید که زودتر اقدام بکنید که از اون تخفیف جا نمونید. ادموند تقریبا یه همچین ترفندی رو اجرا میکرد و با محدود کردن زمان منطق رو از سوژه های خودش میگرفت. خب ممنونم که تا اینجا همراه هم بودی. سعی کردم که یه سبک جدیدی وارد ویدیو هم بکنم. همونطور که میدونی موضوع اصلی ما در این کانال روانشناسی تاریک هست. این سبک جدیدی بود که تصمیم گرفتم وارد ویدیو هم بکنم. خوشحال میشم که به هم بازخوردش رو توی کامنت ها بگی. اگه دوست داری از این سبک ها که افراد، شخصیت های حتی فیلم و سریال ها یا حتی قاتل های سریالی رو با هم بررسی بکنیم از دید روانشناسی تاریک، حتما بهم بگو. اگرم این مطالب رو دوست داشتی خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنی. راستی من یه ویدیوی جامع دارم که توش 0 تا 100 روانشناسی تاریک رو آموزش دادم. این گوشه برات به نمایش در میاد. اگرم دوست داشتی میتونی اون ویدیو رو ببینی. میبینمت. خب بزنید بریم سراغ قرعه کشی ویدیوهای قبلی. برنده ها لطفاً به آیدی تلگرامی که اینجا به نمایش در میاد پیام بدید تا هدیه‌تون تقدیمتون بشه. خب بریم ببینیم برنده خوششانس اولمون کی هست. بذارید سایت انتخاب بکنه. خب خیلی مبارکتون باشه. ممنون از اینکه همراهمون هستید. نفر بعدی. ویدیوهای بیشتری برامون بسازید گفتن. چشم حتما. نفر بعدی. سلام، واقعا عالی و درست. خیلی ممنون از همراهیتون. نفر بعدی. خب این که ریپلای خودمه حساب نمیشه، یکی دیگر رو انتخاب میکنیم. ممنون از حضور گرمتون.
نفر آخر بسیار عالی. به آیدی پیام بدید، هدیه تقدیم